اینجا یکی از جذاب‌ترین جاهاییه که من تو استانبول بودم تا حالا. اینجا دقیقاً پشت سر من قسمت آسیایی استانبول و کزکولسی هستش، ورودی تنگه بوسفوروس، پل اول و دقیقاً روبروی من در حال حاضر کشتی کروز معروف و گالاتاپورت. یه مقداری بریم جلوتر به راحتی میدون تقسیم و همچنین گالاتاکولسی رو میتونید ببینید. اگر از امینونو به سمت توپکاپی بیاین و یا از توپکاپی از در گülhane بیاین بیرون به سمت دریای بوسفوروس وارد پارک سارایبورنو میشید. این یه پارک فوق‌العاده جذاب و قشنگه که تو زمان عثمانی یه فضای استراحت بوده و اما این کافه قشنگ، کافه‌ای که اسمش سارایبورنو هستش. çok teşekkür ederim, çok sağ olun. هم میتونید اینجا از فضای دریا و ویو لذت ببرید، هم میتونید خیلی قلینای خوشمزه‌ای رو اینجا داشته باشید. مثلا این قلین جهان نما الان قلین مورد علاقه من شده اینجا. منوش خیلی آپشنای زیادی نداره. به طور مثال آپشنای برگری که دارید 3 تاست که از نظر من بهترینش این برگر سارایبورنو یا همون اسپشیال اینجا. سالادهاش هم آپشنای زیادی نداشت. خب من امروز سالاد سزار با مرغ گریله.